ریاست تندرستی ولایت و مرکز سرطان شناسی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و دستگیری پیوسته فوند خیریوی مظفر امروز سنه 4 فوریه که همچون روز مبارزه بر ضد بیماری سرطان اعلان گردیده است، روزی درهای گشود برگزار گردید و هدف از برگزار نمودن این اقدام نیک این بازم پرزور نمودن چاره‌های پیشگیری کننده نسبت این بیماری خوفناک، اینچنین بلند برداشتن سطح معرفت نوکی اهالی و دریافت نمودن بیماری سرطان در مرحله پیشین می باشد. امروز ما از مشورت دکتر زنونه گذاشتیم و مصلحت اوی مفید گرفتیم. من امروز از تشخیص ماموگرافی گذاشتم. من از نام ریاست تندرستی و مرکز سرطان شناسی ولایت با فوند خیریوی مظفر منتداری خویش را بیان می نمایم، چون که این غمخوری نه فقط در حق ما طبیبان بلکه دایر به صحت و سلامتی تمام مردم بدخشان زمین روانه گردیده است.